دارن تیر جنگی میزنن. با گذشت 2 ماه سرکوب اعتراضگران از طرف نیروهای امنیتی ایران سخت‌تر می‌شود. ناراضیان کشته و خانه‌های آنها هدف قرار می‌گیرند. این ویدیو از ایران در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. میانه‌های ماه سپتامبر بود که پلیس اخلاق در تهران دختر 22 ساله مهسا امینی را به گفته‌اش برای بدحجابی بازداشت کرد و 3 روز بعدش او در بیمارخانه درگذشت. مقامات گفتند او از سکته دل جان داد، ولی پدرش امجد امینی این را یک دروغ محض نامید. امینی به صدای آمریکا گفت که دخترش بیماری نداشت. اینجاست که خانم امینی حالشون بد میشه و به زمین میفته. سیمای مهسا به رمز مبارزه با حقوق انسان در جهان تبدیل شد. اعتراضگران در سراسر ایران با اشاره به رهبری عالی کشور شعار مرگ به خامنه‌ای را به زبان آوردند. دعوت‌ها به ختم رژیم اسلامی ایران و رعایت حقوق‌ها در دیگر نقاط جهان هم صدا داد. این نوبت به فرق از حرکت سبز تابستان سال 2009 اعتراض‌های بعد مرگ مهسا امینی خودجوش بوده، هیچ رهبری ندارند. اعتراضگران از بازداشت‌های دسته‌جمعی خبر می‌دهند. بسیاری آنها حالا در ایوین تهران هستند که چون زندانی محبوسان سیاسی نام برآورده است. ماه اکتبر اینجا سوختاری سر زد و صدای تیر شنیده شد. مقامات گفتند زندانی ها در فکر فرار بودند، ولی دیگرها گفتند که در اصل بی‌نظمی ها رو خود ماموران زندان شروع کردند. واشنگتن پست گفت در سوختار دستی کم 8 نفر جان داد. خبرنگار صدای آمریکا سیامک دهقانپور با یک زندانی که در ایوین نگهداری شده است صحبت کرد. صدای او با دلیل‌های امنیتی دیگر شده است. خیلی به شدت باشون بدرفتاری میشد. افسر نگهبان بهشون توهین میکرد، رئیس بند بهشون توهین میکرد. خب چون اینا فکر میکردن خب بچهای سیاسی همه زندانی تازه این زندانی سابق گفت از داخل ایوین فرار کردن نمیشود چون با سنگ و آهن ساخته شده است. این همه رویدادها در حالی است که از حادثه گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران 43 سال پر شد. این حادثه سال 1979 همان زمان رخ داد که تندروهای اسلامی شاه را سرنگون و نظام اسلامی را جاری کردند. ولی ایرانی‌های امروزه بیشتر دنیوی بوده، با طلب‌های قانون و پوشیدن حتمی حجاب زنان راضی نیستند. این همان قانونی است که باعث بازداشت و مرگ امینی شد. ایرانی‌های عادی میگویند نمی‌دانند که بعد این چی می‌شود و تا کجا حکومت در سرکوب اعتراضگران صلح‌آمیز پیش خواهد رفت.